بیمارستان ریورویو که زمانی با نام پناهگاه ریورویو شناخته میشد، در سال 1913 به عنوان تأسیساتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های روانی در شهر ونکوور کانادا افتتاح شد. اما با روی کار اومدن رویکردهای درمانی جدید در دهه‌های 50 و 60 میلادی، نیاز به چنین بیمارستان‌های بزرگ کاهش یافت و بیماران مجبور به ترک این بیمارستان شدند. در نهایت، بخش اعظم این بیمارستان در دهه 70 میلادی بسته شد. بعدها حقایق وحشتناکی در مورد این بیمارستان فاش شد. استفاده از صندلی شوک الکتریکی و ضرب و شتم بیماران توسط پرسنل بیمارستان. رفتن به این بیمارستان قدغن و بسیار خطرناکه، چرا که به دلیل فساد ساختمان و رشد قارچ‌ها خطر مرگ معلولیت‌های دائمی بسیار زیاده. ما امشب به این بیمارستان متروکه میریم، اما اتفاقی میفته که اصلاً پیش بینی نمی‌کردیم. وای داره پشت Let's do this. چطورید بچه ها؟ نیکوکس هستم. خوش اومدید به یک ویدیو ترسناک جدید، به یک ولای ترسناک با یک بک‌گراند ترسناک. نمیدونم البته اگه تو دوربین بیفته یا مشهود به نظرت میفته. آره. خوش اومدید بچه ها. ما اومدیم این دفعه بریم سراغ یکی از خوفناک ترین مکانهای کانادا، یک تیمارستان متروک به همراه پدر رپ اسلامی و پاوش. چطوری بچه‌ها؟ اینجایی که میخوام ببرمتون سرده. خب کایوتی برای اونایی که کوگر و کایوتی و انیمال. کایوتی چیه؟ کایوتی یه مدل گرگه که کوچکه. یه گرگ کوچکه. کایوتی بیاد خوبه. کوگر. آفرین. کوگر چیه؟ ببر. این همون پوما میمونه ولی قهوه‌ای سفیدتر. ببر کوهی. ببر کوهی دیگه. ببر کوهی میشه کوگر. از اونجایی هم که جای مهدی آیسی خالیه، مهدی آیسی رو تو بغل پارسالی پردام فتوشاپش کن. اینجا تو دل من، قلب من جا داره. مهدی آیسی دست تبری آجی. مهدی آیسی ان شاءالله که یه روزی دوباره به ما برگرده. خدای مهدی آیسی به ما برگردون. کوگر دنبالم کنه. منو نگاه تیپ زدم اومدم مجبور چه گرفته با این سگی دنبالش کنم تو بوده چه مثل کوگر. میخوام اینجوری بودم. دورش رکون دنبالت کنه نمیتونی فرار کنی. رکون. How are you sir? یو. آقا مرسی از مشول که داره این ویدیو رو برای ما تصویربرداری میکنه. حالا ما الان باید گاز بدیم بریم به سمت این تیمارستان متروکه، جایی که 24 ساعت هم گارد داره، سکیوریتی میاد هی اونجا رو نگاه میکنه و اگه بگیریم پارسالی میره زندان. ببین یه کاری میتونی کنی پلیس بگیره ویدیو ما رو اگه ننداخت زندان. آقا دفعه آخری که من از یه سری دختر پسر اینجا شنیدم رفته بودن، پلیس ریخته بوده اونجا گرفته بودن. فکر کنم مرشاد تو به من گفتی. آره یکی از دوستان مرشاد بود. ریختن اون تو، دستبند بهشون زدن بردنشون زندان. امیدوارم که امشب این بلا سر ما نیاد. سرده اینجا چراغ داره. نور نده. اینه؟ ببین اینجایی که میبینی اینجا بخش درستشه. اینجا یعنی یه بخش نوسازه. اینجایی که جادهش این شکلیه اینجا میره به سمت قسمت متروکش و یکی از دلایلی که بسته شده بعداً فهمیدن اینه که با شوک الکتریکی، صندلی شوک الکتریکی میدادن به درمان مریضا. و میگن خیلی از کسایی که توی خیابون ایست هیستینگ ونکوور، بدترین خیابون کل کاناداست، همه هوملسن، بی خانمانه و معتادایی که اونجا، خیلی هاشون قبلا اینجا بودن و ول شدن توی شهر رفتن حالا اونجا دارن زندگانی میکنن. حاجی اون نوره رو نگاه داره تیک تیک میکنه، قشنگ فضای ترسناکه. حالا تو این اوضاع جاده رو ببین، اول جاده رو نگاه کن، پارسالیپ همین جوری داره غر میزنه. چه مرگته؟ میخواد ما رو بدبخت کنه. اصلا تش معلوم نیست اینجا کجاست. کانادا ترکیه بودیم حالا میگفتیم مثلا یه سگ بنده خدایی اونجاست. کوگر، کایوتی، نمیدونم رکون.
رکون مار، عقرب. داداش من 12 سالم بود این شبیه بازی ترسناکاست قشنگ. حالا جلوتر که بیمارستانش بیاد قرآن حیوان دنبالم کنه ببین، من میشم با خطر خرس، ببر کوهی و گرگ. اینجا رو نگاه کن. خرس کایوتی وقتی حمله میکنه از پشت تخماتو میکنه. جدی میگم. گوه خوردم داریم هنوز؟ نه دیگه اومد اونجا بسته است. خب این تابلو گذاشته نرید. ما میریم. قشنگ دارم میگن جون غذا داره میاد. غذا خرسه داره دندوناشو مسواک میزنه. بعد تازه اینجا گفتن خطر مرگ با میکروبای این بیمارستان بیشتره. بغل او اینها زده اسمال چیلدرن اینجا رو نگاه کن. بذار من برم بیرون. من نمیشم. من پیاده. برید ببینید بچه‌ها. برید. زده خطر وارد نشید. زده که این مکان هزاردوسه. وارد شدن به اینجا با ریسک خودتونه که پر از متریالای خطرناک و مضر برای بدنه و ممکنه که دیزابیلیتی چی میشد؟ برای همیشه مثلا برای همیشه دیزابیلیتی برای همیشه معلولیت بگیرید. به خاطر میگن پر قارچ و این چیزاست توی این مکان. یا مرگ. زده وارد چی اینجا میمیری. و گفته اگه وارد چید حرکت غیرقانونی ترسپاسینگ، یعنی میتونن دستگیرتون کنن. بعد اینجا چند تا بخشه. این یکی از ساختموناست که خیلی هم مهم نیست. ببینی؟ همه اینا رو زدن وارد نشید. تمام این ساختمونا انقدر قدیمی و توش پر از مریضی و عفونته که حتی اونایی من توی ردیت خوندم زده بودن که اونایی که بعد کمربند تو ببینید، اونایی که میخوان وارد بشن حتما رسپیریتور یعنی ماسکای شیمیایی و اینا بذارن که مریضی نگیرن. از اینجا شروع میشه. اینجا رو ببینید و خواهی کنید. سمت راست شروع شد. یاد نه رو ببینید متروک هست همه. من یه کلتی دارم که تکنیک هایی که نه اینا رو بنداز مستقیم. یا حیوان نبود. این چی؟ کسی خوابیده اون تو؟ وایسا بده من وایسا دقیقه. آها اینجوری جدی چیه؟ نریم. یکی خوابه هوملس خوابه. چه اگه هوملس باشه میاد میگیره تو. آجی خوابن. آدم خوابیده؟ نه زده که آره اینجا دوباره زده اینجا وارد چی پره چیزای پلیسه؟ پلیس اومد؟ نه زده دنجر. نور بنداز با دنجر راکت کار داره. آقا چه میچرخونم گوشی کشه. نگاه آقا کن رید من ریدم به خدا. This area is hazardous. اینا بگو آقای hazardous. چی بود؟ بچه صدا شنیدین؟ یا آقای هزار من یه چیزی دیدم. دور بنده اونجا. آقا تو گلو تو چیز کردی؟ نرو آشغال قرآن یه چیزی شنیدم. آقا بیا عقب باریا. پشتشو نریم ببینیم چه خبره. نه اگه داری دنبال بیا آبش بیا. این چیه؟ واجی این چیه جدی اینجا؟ ببین میتونی یه کاری کنی ویدیو آخر اون باشه؟ ببینم اونو ببینم. وای چش دیدم واجی. چرت و پرت نکن. آسلیف اذیتمون نکن. چش سر این چیزا شوخی نکن واجی آجی. باور کن چش نور افتاد برق زده. برو بابا. برو بگیر راست. فکر کنم چیزی دیدم. ماشینم حواستون باید باشه. در بازه. چوب زدن درشو و تبر و تیغ و چوب.
حیوون احمق. صدا در نیار داداش. صفاسی درخته حاجی. درختا نگاه کن. بریم اینجا یه پلیس. بریم جای بعدی. اینجا رو اینا همه متروکه است، همه متروکه است حاجی. آخه اینجا این در بازه. برو جلو. نگاه توش همه چی نه چراغاش روشنه ولی متروکه. اونجا رو نگاه شیشه شکسته. بریم ببینی. آره بیا. ببین آره اومد بپری تو. از این حواستون به اینجا باشه. آخه بی پلار بریم بالا. آلارم داره اینجا. آره اینجا اگه در واکنیه کلش آلارم داره. کسی بره در که تو. باز نمیشه. چقدر کریپی و ترسناکه حاجی. تیمارستان متروکه. نه ترس من نه بابا این صدا ماشین اومد. آره نه چی اینا؟ اینجا هنوز کار میکنه. اینجا هنوز فکر کنم ادجی آدم اینجاست. ببینم انباری لکزی تو نگاه کن. خود بازی ترسناکه. پارسالی ببین. نه ترس منم. به هر وای بیلدینگ چقدر پاتو بذارین تو پلیس ریخته. حاجی اگه الان این بالا یوهو بدم راستی دختر باشه چی؟ نمیدونم. بابا اینا بازم خوبه دارم میام جلوتر. آره جلوتر وحشتناکتر. اینجا در باز. ببین آره اینجا یه در باید باز بریم هایت پوشیش. بچه‌ها این کارا رو اصلا نکن. این کارا خیلی کارهای خطرناکه. پشتو بگیر روشن کن چرا قوانینشون رو گذاشت. آدمه چیه؟ چراغش روشنه. بچه من صدای خیلی بدی دارم از توی ما فکر کنم میشنم. صدای آره ماشینشه دیگه. صدای نمیدونم ماشینه. چیه. اینه وای کریپی. نه اینجا مثل اینکه یه نگهبان این بخش ها اینجا زندگی میکنن. گناه داره بریم. فاک. چی بود پشه میپره ما. حاجی لا درختا چی؟ برو میپره تو پر. رفت رو درخت؟ نه بابا یه چی بود این؟ حاجی به قرآن ماری چیزی یا یه چیزی هست. حاجی اینجا قشنگ دارن آدم سلاخی میکنن. دودو ببین. What the fuck. What the fuck. اینجا زباله های بیمارستان نباشه دارن آتیش میزنن. اومد تو ماشین ما. بالا نده. وای اینجا همش متروکه است. بابا آدم ها اون ور اخترش کنن. بچه ها آماده اید بریم وحشتناکترین پارتش شما هنوز ندیدیم. چه حسی داری شما؟ داداش آروم خیلی حس نترس بودن دارم که منم. پارسالی ترسو و اومده تیمارستان. خوشحالم که حداقل نرفتیم زخمی شیم بریم بیمارستان. ولی اگه بچه خوبی باشی جایزه میبرمت قزاقستان. بیاد یه کنسرت بذاریم با هم تو ارمنستان. اوه فاک. اینه فاک